بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بسم الله الرحمن الرحیم. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. صدق الله العلی العظیم، صدق رسوله النبی الکریم. اسعد الله ایامکم و تقبل الله صیامکم و قیامکم. عید همه شما عزیزان مبارک باشد و انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی عیدی من را ظهور لامع النور ولی نعمتمان حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای ما و شما عنایت فرماید. ما هو العید و ما هو معنی الحقیقی للعید؟ عید چیست و معنای حقیقی عید کدام است؟ عید آن نیست که انسان لباسهای رنگارنگ و متلون بپوشد، زیرا این گونه عید کودکان و طفلان است. و معنای حقیقی آن نیست که انسان غذاهای شیرین و لذت بخش را بخورد، زیرا این گونه عید شکم پرستان است. و معنای حقیقی این نیست که انسان به لهو و لعب بپردازد و حمز و لمز کند، زیرا این گونه عید بوالهوسان است. و عید و معنای حقیقی عید آن نیست که انسان قاه قاه بخندد و همدیگر را به تمسخر بگیرد و عمر گرانبهای خود را به بطالت بگذراند، چنانچه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ما خلقت هذا باطلا. پس معنای حقیقی عید چیست؟ ما 4 تا عید رسمی در دین مقدس اسلام داریم. عید اول عید اضحی، عید قربان. عید دوم عید فطر یعنی عید ماه مبارک رمضان. و عید سوم عید غدیر خون، روز امامت و ولایت. و عید چهارم روز جمعه است، چنانچه مروی و منسوب به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که می‌فرماید روز جمعه روز عید مسلمانان است. پس معنای حقیقی عید چیست؟ عید در لغت به معنای برگشتن و عود کردن از عاد یعود هست. به چی برگردیم؟ عید اسلامی موفقیت در راه انجام وظیفه است و تطهیر و تزکیه و تصفیه جان و روح و تمرین صبر و استقامت، چنانچه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. تمرین صبر و استقامت، چون عید فطر و عید بعد از 1 ماه روزه گرفتن و تزکیه نفس و تهذیب نفس. عید یعنی گذشتن از امتیازات و افتخارات شخصی و رسیدن به هماهنگی و شرکت در وحدت بزرگ اسلامی، شکستن غرور و خودخواهی و ترک نازپروری ها و سایه نشینی ها و مشتاقانه ندای حق را لبیک گفتن. اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. و سرانجام خود را باز یافتن و به خدا رسیدن، چون عید اضحی و عید قربان. در روز عید اضحی پس از دوران سازنده حج، عید چون قطره به دریای جمع پیوستن و از انزوا به در آمدن است. گسسته ها و پراگندگی ها را به هم بستن و صف صف به هم پیوستن، پیوند خود را با خدا استوار کردن و دین خود را هر هفته تحکیم بخشیدن، همچون روز جمعه. و برترین عید روزی است که خداوند متعال نعمتش را بر مسلمانان تمام کرد، آنجایی که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و ارکان دین را محکم و استوار نمود و رسالت را به امامت پیوست و رهبر آینده مسلمانان را مشخص کرد و معرفی نمود و فرزند کعبه را بر فراز منبر امامت نشاند، چون روز 18 ذوالحجه عید غدیر خون. بله،
عید واقعی یعنی برگشتن و عود نمودن به فطرت خداشناسی خود، به همان سرچشمه زلال فطرت انسانی و خداشناسی. چنانچه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، چنانچه منسوب و مروی است از امام صادق، آن امام به حق ناطق، که می‌فرماید هر انسانی به همون فطرت خداشناسی خلق می شود تا اینی که پدر و مادرش او را یهودی یا نصرانی بار آورد. بله، عید واقعی انسان بازیافتن همون مبدأ هستی و سرچشمه هستی و سرچشمه زلال فطرت انسانی است و برگشتن به همون فطرت انسانی. و از حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت شده است که می‌فرماید انما هو عید لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه. همانا روز عید فطر برای کسان عید است که خداوند روزه اش را قبول کرده باشد و نمازش را ستوده باشد. بعد می‌فرماید و کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید، و هر روزی که خدا در آن روز معصیت و گناه نشود آن روز عید است. امیدوارم که همه روزها برای شما عزیزان عید باشد و هر روز به خداوند متعال نزدیک و نزدیکتر شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.